سلام به شما دوستای عزیزم. بچه داخل این ویدیو میخوام یه راهنمایی کلی بکنم درباره اینکه شما در آلت سیزن پیش رو میای چیکار میکنی؟ میای آلت کوین میخری. خب دو تا راه داری. راه اول اینکه بذاری داخل کیف پولت بمونه و بره بالا و سود عادیشو بده. راه دوم اینه که ورداری بیاری داخل یه سری سایت ها باهاش یه سری کارا انجام بدی، بتونی ازش سود مضاعف بگیری. یعنی هم از بالا رفتن قیمت سود بگیری، هم آلت کوینت برات کار کنه. خب ولی تکنیک داره، قلق داره. شاید بگی آقا من اصلا حوصله این کارا رو ندارم، میخوام از همون سود آلت کوینم استفاده کنم برم پی کارم. میگم اوکی، حرفت منطقیه. واسه بچه‌هایی که دوست دارن سود بیشتری بگیرن این ویدیو رو گرفتم که روی آلت کویناشون یه سود مضاعفی هم بگیرن. و بچه‌ها اگه آلت کوینا سعودی باشن و واقعا آلت کوین خوبی رو انتخاب کرده باشین، بعد از اینکه رفت بالا تازه متوجه میشین که با این تکنیکایی که داخل این ویدیو دارم میگم هم از روش سود گرفتین، هم براتون کار کرده و از اون قضیه هم سود مضاعف گرفتین و یه رقم خوبی میشه تهش. خلاصه بچه فرض کنین من میخوام بایننس کوین بخرم و برای آلت سیزن مثلا 2-3 ماه نگرش دارم. 2-3 ماه از آذر ماه احتمال اینکه آلت سیزن شروع شه هستش. خب من میخوام الان مثلا بایننس کوین بخرم، 2-3 ماه نگرش دارم. شاید تو میخوای یه چیز دیگه بخری، شاید میخوای اتریوم بخری. این ویدیو رو با اون انجام بده. من الان میخوام با بایننس کوین انجامش بدم. مثالم بایننس کوینه. خب کیف پولمو میام وصل میکنم به سایت پنکیک سواب. میخوام اینجا سواب کنم و تتر بدم، بایننس کوین بخرم، بی ام بی بخرم. شما میتونی از داخل صرافیت خریده باشی، فرقی نداره. کانکتو میزنم، تراست والت رو انتخاب میکنم، اینجا کانکتو میزنم که کانفرم شه. میگه مطمئنی میخوای وصلش کنی و نتورک رو به بی ام بی سویچ کنی؟ میگم آره. خب حالا میخوام سواب کنم. چی رو سواب کنم؟ من تتر دارم توی کیف پولم، میخوام تترم رو بدم و بی ام بی بگیرم. اوکی، داره موجودی منو اینجا نشون بده. میخوام تترم رو بدم، یه مقدار بی ام بی بگیرم. مثلا 100 تتر میخوام بدم، ببینم به من چقدر بی ام بی میده. اینجا داره محاسبه ها رو انجام میده تا من کانفرم رو بزنم. ببین حدودا 16 صدم بی ام بی داره به من میده. من میگم سواب کن. اوکی بچه ها، برای سواب کردنش به کوین نیتیو شبکه نیاز دارین. چون از پنکیک سواب دارم این کارو میکنم، یه مقدار باید خود بی ام بی ته ولتم باشه. به عنوان کارمزد از من بی ام بی میگیره، چون روی شبکه بی ام بی دارم این کارو میکنم. شما فرض کن روی شبکه اتریوم داری این کارو میکنی، باید یه مقدار اتریوم تا کیف پولت باشه. اوکی، حالا من اینجا میگه قیمت آپدیت شد، میگم اوکی اکسپت کانفرم. میره کیف پول منو باز میکنه، میگه که میخوای یه همچین تراکنشی برات انجام بشه و ببین فیشم خیلی کمه، ولی خب باید داشته باشی دیگه، اون بی ام بی رو باید داشته باشی. اینجا داره میگه که ریسکی که وجود داره اینه که خب به سایت وصلی و قبولش میکنم. دوباره میخواد از من یه امضایی بگیره، کانفرمو میزنم، دوباره کانفرمو میزنم. ببین داره میگه 100 تتر تو دارم میکنم بی ام بی. انجام شد. من ولتمو باز کنم، چک کنیم با هم ببینیم که بی ام بی دارم یا نه. آره بچه ها، من 13-14 از قبل بی ام بی داشتم که با این سواب که الان انجام دادم شد 113-14. پس قطعا اینجا بی ام بی من خریداری شد. حالا فرض کنیم بی ام بی رو خریدم، میخوام نگرش دارم واسه یه آلت سیزن پیش رو. خب این کارو من کردم. حالا یکی میگه آقا من میذارم داخل کیف پولم بمونه، نگرش میدارم، خلاص. میگم اوکی این کارو بکن، خیلی هم منطقی. یه نفر میگه همین راه بیشتر پول درآوردن چیه؟ من میخوام ریسکشو بپذیرم، بیارم پولمو بذارم داخل یه سری سایت‌ها، پول بیشتری در بیارم. البته سایت‌ها معتبرن، منظورم از ریسک هک شدن و یه سری داستاناست که خب همیشه وجود داره دیگه. ببین سایت AAVE خب یه سایتیه، میای دارایی تو میذاری، در ازاش قرض میگیری، یه دارایی قرض میگیری. اینجا رو ببین، من اول بذار ببینم ولتم وصل هستش یا نه. آره وصله، چون اینجا داره دارایی منو بهم نشون میده. اگه یاد باشه 16 صدم بی ام بی خریده بودم. میگم چی؟ میگم آقا من میخوام به تو بیام 16 صدم بی ام بی بدم و ماکسیموم نه، همین 16 صدم اوکی.
میگه نتورک رو به بی ام بی باید سویچ کرده باشی که این کار من انجام دادم. چرا نمیذاره؟ بذار ببینم نتورک من چرا میگه اشتباه. این که روی بی ام بیه اینجا، مگه به ترانسفرنس وصل نیستم؟ نتورک من اینجا هم روی بی ام بیه دیگه، چرا گیر میدی؟ آره روی بی ام بیه. خب یه ریفرش بکنم، شاید با ریفرش درست شه این قضیه. ببین بچه ها اینجا نتورک رو یادم باشه بهتون بگم این آشش اینجا بزن و نتورک رو بذار روی بی ام بی. مهمه شبکه روی چه شبکه‌ای باشه. من کلا الان دارم فعلا روی شبکه بی ام بی کار میکنم. یه بار دیگه بله اینجا درست شد. پس مشکلم رو رفرش بوده. میگم آقا بی ام بی منو از من بگیر، من میخوام توی آل سیزن پیش رو سود کنم. این بی ام بی رو میخوام بذارم پیش تو، دمت گرم داشته باشش. میگه اوکی گرفتم. ببین بی ام بی من رفت توی این سایت. حالا میتونم در ازاش بیام از این ور هرچی دوست دارم قرض بگیرم، هرچی دوست دارم میتونم بیام اینجا قرض بگیرم. ببین این سودی هم که اینجا نوشته رو باید بدم در ازای چیزی که قرض میگیرم. سودش هم سالانه است، خیلی رقمی نمیشه. خب البته از این ورم دارم 5% سود میگیرم و روی همین چیزی که گذاشتم، اینم حواست باشه. میگم آقا من میخوام دوباره از تو بی ام بی قرض بگیرم. حالا شاید بگی که چرا اصلا این کارو میکنی، جلوتر به توضیحشو میدم. ولی چیزی که در دسترس من قرار داده 11 صدم بی ام بیه. خب 11 صدم بی ام بیه. بچه من ترجیح میدم نصف چیزی که گذاشتم و قرض بگیرم. حالا علتش هم به جلوتر میگم، ولی دوست دارم نصف چیزی که گذاشتم قرض بگیرم. و اینجا من 16 صدم گذاشتم، 8 صدم یعنی هلوش $50 دوست دارم قرض بگیرم. و اینو اگه فعال باشه خود بی ام بی رو بهت میده، رب بی ام بی بهت نمیده که آره. اینجا هم اوکیه. یه فی هم داره ازت میگیره که خب طبیعیه، $0.2 فیش کلن. برم این بی ام بی رو بگیرم. کانفرم رو میزنم، در حال انجام عملیات هستش. حالا تا این انجام میده بگم چرا نصفش گرفتم. ببین اینجا ممکنه پوزیشن تو لیکوید شه. چرا؟ چون که تو مثلا معادل $98 اینجا گذاشتی و داری $98 قرض میگیری. خب یعنی اگه همه اون $98 رو دوباره بگیری، اگه ارزش این پولت، ارزش این بی ام بیت بیاد پایینتر، این $98 هم میاد پایینتر دیگه. پس تو باید بیای قرضت رو پس بدی. این سایت میگه که من به تو $98 دادم، باید بیای قرض رو پس بدی. خب هرچند این $98 رو بهت نمیده. ببین اینجا 16 صدم گذاشتی، نهایتا 11 صدم بهت میده. یعنی خودش حواسش به این قضیه هست که همه رو بهت نده. ولی خب برسه ارزشش به این 11 صدمه، ممکنه چی بشه؟ ممکنه لیکوید بشه. اینجا نوشته دیگه، ناکن ریسک لیکوید شدن داره. الان داشت فلت منو باز میکرد، اشتباهی کلیک کردم رفت. بذار ببینم. آره درخواستش اینجا هستش. کانفرمو میزنم. میخوام ببین الان $64 برای من بی ام بی مونده. دارم قرضمو میگیرم. الان باید هلوش آره فکر میکنم انجام شد. آره این آشش. ببین هلوش $50 به من قرض داد که بعدن هر وقت خواستم پول اصلیمو خارج کنم میام ریپی رو میزنم، قرض رو پس میدم و اینجا ویدرا رو میزنم و میاد داخل کیف پولم. حالا شاید بگی امیر چرا داری این کارو میکنی؟ چرا عین بی ام بی که رفتی دادی و دوباره پس گرفتی؟ بهت میگم ولی کاری که دارم میکنم و فعلا نگاه کن دیگه. این فارت کوینم من $30 واسه تست خریده بودم اگه یادتون باشه. الان ناکن شده $190 همینجوری واسه خودش داره میره بالا. خب بچا من اگه یاد باشه $113-14 داشتم. $100 رو آوردم گذاشتم توی سایت از بی ام بیام.
پس 13 14 دلار کلا مونده بود داخل کیف پولم. الان 50 تاشو دوباره پس گرفتم، قرض گرفتم. خب شد 64 دلار. اون 14 دلار اضافه همونی که ته کیف پولم بود واسه کارمزدا. اوکی تا اینجا یاد گرفتیم. بیایم بذاریم داخل سایت قرض بگیریم.